بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادأ وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء. اونجور نگاه نکن به اون قیافم، امشب عشق تو میخوام، هزار زار تو میخوام، دل و اخم بیاد میخوام بچلونمش، میخوام دلو ببرم بیت ولایت. دیدی ضرر کردی؟ دیدی حالتو گرفتم؟ دیدی زهد تو غمسور کردم؟ حالا بله روایت دارم آقا، عزیز دلم، اون که بهش میگیم مقام معظم ولایت که خون تو دلش قل میزدا صورتشو نگاه میکردی انگار از تو دهن گاو درش آورده بودن. شروع میخوام واسه از سوز دل آقام بگم، مقام اوضاع رو میگم، آقا ما شبونه وسط تابستون با پیژامه بلند کردن و بردن رو تراس، آخه این چه مصیبتیه؟ از اون طرف میری عراق، عرض عراق هناک اضربوا الی فکنا و تبرموا کل صورتنا برم کرده ها. صورت آقا مقام معظم رو میگم گوش کن. آره اینو بده دل. نخواستیم کافر رو بکنیم پیرو به ولایت فقیه، نخواست بسیجی رو بگیم که داره میریزه. یه مش سرتیپ پاسدار سپاهو برداشتم از دل بیت مقام عظما، بردمشو تا همین سر پارک وی. ای وای یه مش بردم، یه مش بنده انگشتم رو برگردیم. سرتیپ پاسدار جبهه رفته و امام دیده رو بردم نه یه مش برد و بزغاله بسیجی. اینجاست که باید گفت انا رأیت سیدالی فی لب دیگ اشکنه قال مو قال مو گریه تو بکن. اونایی که تا اینجا چرا خاموش اومدن خجالت رو بذارن کنار، دستمالا رو درارن. نامردم اگه اینجا عشق تو در نمیاد. چرا؟ با کلاس باشیم، نمره 20 بگیریم، به لامبادا برقصیم. اگه لامبادا نرقصیدم اونی که رقصوندن رو دیدم، مثل بز رقصوندنش مقام معظم. اگه اروپا نرفتم اروپا رفتاشو دیدم، آقا محمود از ایتالیا برگشت. کلاس باش، مثل اروپایی ها گلس گریه نکن، 4 لیتری رو بذار زیر چشت، اینقدر گریه کن تا چشت درات. گریه کردن اونم مثل آدم نیست. میشینیم از صبح گریه میکنیم تا شب مثل بز. حالا آخرشو میخوام بهت بگم. میخوام آخرشو بهت بگم. اگه تا اینجا گریه نکردی نارنج بشین از چشات، آبیشو بگی واسه سالت. میخوام این برات بخونم. مقام عظما کنار من قلب ببین دمیده، کتاب عمرش به صفحه آخرش رسید، در زبانم همه توی جهانم خامه
اول روزه ما رو گرفته جایده. برو پاشو برو بیرون. خب خواهی بچه